دوستان گرامی طور قید کردیم حالا ما در شهر دوحه قطر هستیم و اینجا بسیار نمایندگان دسته های فوتبال هم شرکت دارند. خبیر دولتوف یک سهم گذارندگان کلوب مرکزی ورزشی ارتش هستند و امروز صحبت ما درباره دسته منتخب صدا می‌دهد. خوب شما در بازی اول بودید. سلام و درود بر تمام هواداران فوتبال دولت تاجیکستان از شهر دوحه قطر. در حقیقت بازی اول خیلی بازی خوب بود، خیلی جالب بود. ما میتونستیم که غلبه کنیم، متاسفانه اون گل لازمه را ما زدن نتونستیم، ولی به هر حال این نتیجه خیلی خوب برای ما هست و امید زیاد داریم که ما 100% از گروه بازی‌های آینده را خط می‌گیریم. خب شما با شریف نظر بودید اونجا چی گفتید، با یکدیگر صحبت داشتید؟ هر یک حال‌های بازی را ما با هم بحث و مناظره کردیم، تحلیل کردیم و شریف نظرش یک استاد بزرگ فوتبال تاجیک هست و با شریف نظر بودن در حضور شریف نظر برای ما یک روح و الهام می‌دهد. تشکر زیاد. با شما کدام خطی دسته تاجیکستان معقول نشد؟ کجا یک کمبودی بود؟ این مطمئن است خط حمله که گل زدن نتونستن، در حالی که ما از دروازه خود گل نمیخوریم. این کاری دروازه‌بان و دفاعگران است و در حالی که ما گل نمیزنیم این مطمئن است که خط هجوم. یعنی شما گفتنید که منوچهر جلیف نمیرسد؟ در حقیقت تجربه منوچهر جلیف خیلی بالا هست و بودن اون به ما کمک میکرد و با این نگاه نکرده ما جوانان خیلی زیاد داریم که میتونن عوضگری مثلا منوچهر جلیف شوند. خب کی هست این نامزدها به دسته منتخب تاجیکستان که شما میگویید؟ بیاید که امروز این در این باره ما صحبت نکنیم، برای که متخصصان پر تجربه هستند و با عزت نفسی کدام از بازیگران نرسیم. ما نه درباره بازیگران نیست، ما در بازی‌های انتخابی جام جهان بازی میکنیم، ما باید امروز دسته رو پرقوت کنیم. من فکر میکنم که بسیارتر با اون جوانایی که در حیات داریم با آنها امکانیت دادن در کار. مثلا رستم سویروف، شهرام سمیوف که خیلی دیر با میدان برآمدن. من نمیدونم که برای چی ستاد مربیان این تعویض ها رو خیلی دیر انجام دادن، چون که شما بدید که دسته چین یک بار 4 نفر تعویض کردن و این باید عکس عمل از طرف ستاد مربیان ما عملی میگردید. در حال برای که مثلا وقتی که با جام آسیا تیاری دادن اینها باید که هر یک دسته رو می آموختن، هر یک بازیگری اون اقلا همون تیم هایی که در گروه با ما بازی میکنن این وظیفه به واسطه خودی ستاد مربیان است که هر یک بازیگر با چه قدیر است و عکس در رفت بازی عکس و عمل‌ها از طرف ستاد مربیان عملی می‌گردید و در حالی که 4 نفر که برآمد اخلاً ما هم در این مقابلت نشون میدیم یگان تعویض‌های خوبتر و بهتر می‌کردیم. من فکر می‌کنم که با برآمدن شهرام سمیوف زود یک کارت زرد گرفتیم و اگر وقت بازی ادامه می‌یافت نمیدونم این کارت زرد دیگر میشد. شهرام کمی باشد هم قوت رو بیشتر صرف می‌کند در گرفتن توپ‌ها، یعنی مبارزه به امان می‌برد و قاعده‌ها رو ویران می‌کند. اگر شما اهمیت داده باشید از جهت جسمانی دسته چین از بچه‌های ما خیلی قامت بالا بودند و برآمدن شهرام سمیوف یک قوه الهی به تیم ما داد. ببینید تا برآمدن شهرام سمیوف و علی جان عینی ما کمتر عقل نشینی کرده بودیم. ما یک چند هجوم ها رو با اجازه دادیم با دسته چین که هجوم ها رو انجام دهند و بعد برآمدن اینها بازی از میدان از نیمه میدان به سمت چینی ها گذشته بود. به هر نوع ما امید داریم که از این گروه دسته تاجیکستان میبرد، ولی میخواستم فکر شما رو فهم که از گروه ا 3 دسته که به دور دیگر میگذرد یا 2 دسته که میگذرد و دو تاش گویم به خونه برمیگردد کدوم اویان؟ ما اینجا باید که نگوییم که ما امید داریم، ما 100% ما مطمئنیم، باوری داریم که ما از گروه میبریم، برای که بازی خوب داریم، بازی جالب داریم و قادر هستیم و اون نیرویی که به ما لازم هست ما داریم. و ما جای چند رو میگید؟ من
کمی اقلا ما از جای دوم برای که در اینجا وقتی که صاحبای میدان و اون مخلصان زیادی که اونها رو دستگیر میکنن ببینید برای ما بازی آینده با صاحبان میدان با قطر هست و اگر که اهمیت دهید مهمیت اینجا نه اینکه بازی بین تاجیکستان و قطر است مهم نتیجه بازی چین با لبنان است اگر اونجا مساوی شود این بهترین نتیجه برای تیم تاجیکستان میشه برای که هر دو تیم هم دو امتیاز از دست میدهند و از ما زیاد رفتن نمیتوانند و نیاید بیاد یک سوال دیگر دارم چمپیون کی رو دیدن میخواهید قهرمان ها این مدعیان خیلی زیاد هستند استرالیا ایران ازبکستان و ما بار اول در جام آسیا برآمد داریم اقلا با سگانه وارد شدن این امید ما است روزی بازی دوم قطر رو مغلوب کردن این فاجعه است یا نه از جانب تاجیکستان برای تاجیکستان این عید است برای قطر فاجعه است